دیگه دیره دل اسیره داره میره که بمیره دیگه دیره دل اسیره داره میره که بمیره دیگه دیره خیلی دیره عشق تو داره میمیره اگه دوست داری عزیزم این دلم به پاد بشینه دیگه دیره دل اسیره داره میره که بمیره اما سخته خیلی سخته دیگه هیچ راهی نمونده هیچی از دنیا ندیده تنها مونده تنها مونده تو بیا منو صدا کن درد این دل و دوا کن واسه این دل تنها شده تازه و پاکو دیگه دیره دل اسیره داره میره هنو هوا ایران به کلتو نبرد شو اشتنی جیگر اشتنی گیلا در کل دل راه دمی عمره ایرانی بخوری چیکار کنیم دیگه ایران بدیم تهران بدیم مشهد بدیم تهران بدیم عاشقی هم بعد دردیه گیلا بخی آماده شو برو که بریم در سرا خسار تو من کنجگاه نبودم ببین نیان چیز میخوره پیس پی گیلا ببین نیایت زلم سرنون کنی نگاه ما این بریم در خونه خسار تو بریم فهمیدی؟ باید بره به خونه خسر تو این تکارا نکنه چشم ما عکس تو را موضوع نشون داده بفهمیدی با عکس خود چیز کجا بده بگه تو فوتوشاپ کردیم تیار مقبول درست کردیم بودیم به روز اول بودیم اینجا نشون داده که همین برور و هنمینه بفهمیدی جمال مبارک من نشون داده با گفت همین برور ما با مقال خو بگیری اونام قبول کردم انا لگه توی تکارا نه سر کشه به این تر تو بده که هیچی نگه روی چلکا میخورم دل جمع باشیم چون بشینیم بله کوشش کنی اینجا کم گپ بزنی کم گپ بزنی. آفرین خیلی گپ نزنی خاطر باز میترسم که خسار تو یک دهنی باز این کل به او ندیم چرا چخ بره بخی دستی رو برای همه بزی بخی نباید نه نباید بخی خزا شب بشوش تو بخی تو بشو نگاه دستی تو خوب بشو خب خدا خیر ما بیش کنه بخی تو بریم برو بریم ما بیار یاد با بره باز گم بریم هرچی خواست خوب الان من میگم خودش باش شما تو کم شو بخا کنیم من میام خب سلام خسور منه گپ کن خب چشم این سلام خسور منه دیگه فقط هیچ چی نمیگی چوب کن سلام اشتری علیکم خوبی بخیر اشتری بخیر سلام آقا داماد شما سلام سلام خوبی بخیر شکر فضل عباس بیشناسی بگفتم قصه کردم با تو دیگه نه ها؟ تو نه عباس عباس همین عباس که با تو قصه کرده همینه اینا یا؟ خوش گوری تو سیه چیزا شب پس کنه گیلک جان دومات منم بله نه عکسی ندیدیم شما دیگه بیام دیگه به خیریت از ایران من بیامدن رد کردم من رد کردم بگرفتم من بگرفتن رد کردم اون زر زدم که مثل گوری به راست بکشید یا الله یا الله بیا بیا یا الله یا الله بفرمایید بیا گل تام بیا اشتنی عباس جان خدا شکر شما خوب سلامتی خوش آمده خانواده هم اگه خوبم خوب شکر چی خبره خیرتی کجا همون روز اون بیا رفتم با بازار چرخ کار داشتم شما بشین من میام یک دقیقه جمع بخور چی جمع کنم؟ بخور جمع کن جان سنگین بشی برای ما خوبه
یه گل دوماد مرم بیار گیلک با شما پیا خود زنگ زنو این که به عکس چیزی نبود یک چیز عجیب غریب تخت کمه لباسای فقط نگه که گدا در سرای مونده پیا خوب بگم بله بابا خب بخیر بابا شکر بابا امی دوماد مینو بیاد امی گل دوماد مر بیاد گلکه بابا مال اونا رو به خونه بخشت تو بیام با بالی بام بابا های عکس که بیدم بابا اشته گفتمی دوماد مال حالا که بیارده هیچی اصلا نمیگه کی دوماد منه میفهمی اشته بابا اصلا به عکس فرق میکرد یا بیدم درس را بیدم گفتگان دوماد شما گیلک جان یک چیز تختکم عجیب غریبی لباسای سعی کردم خود سعی کردم گفتمی که به عکس چیزی نبود نورالله هم بیامده ادگل هم بیامده به پایینه به اتاقم بیاین شما نیه بابا صدا من نمیشنوم بیاین زودتر بیاین خدا سعی که تو به عکس که بایدم خوش کردن گفتم خوب بچه مقبولیه حالا یاد اشته تخت کامه سلام علیکم بله اشتن دیگه نه فصل خدا شکر بخیره اشتن گیلک جان شکر نورالله اشتن شما شکر بخیره بخیره چراسه نورالله برار منه میفهمم دیگه شما که بیرام بدیم بدیده بدیم اینا گلک آقام چاق شده از که من بدیدیم بله من از کی رای کردم من از ایران رد شدین من رد کردم سلات کردم باور کن اینجا شما خیلی بود زمر زدن که دیگه تلویزیون و شلو من نمیرسید پیشتی میخوردم خودی با برو شما میده معلوم میشه گیلک جان کن شوخه این دل شما تازه وا میکنه یا من به تایران بدم من به تایران بدم اینجا من به دیگه برارا من یک روزی زنگ گفتم گیلک گفتم از که خوره ای که کنه به یک چم و چم بیزی میگرم از که تو ببری من چیز کنی از که میچه رالی تو بردار بیاین بابا بیاین برو بیا خسرتم بیا من کی نه؟ خسور تو ای جانه که عکس ری نکردم برای تو نمیشنیدی باید تو برفت سلام علیکم ما جان اشتانه خوبه بخیر خیریت خوب هستین خیلی هستین خیلی بخیر خوب هستین بیا بابا بشین اینجا بشین خدا شکر یا الله خیلی گرم چرا خوبم خیریت خوب هستین اشتر مامانم بخیره چراسه وا کنید دیگه که چیزه گرمی ما نکشه اگر یک داماد شما دستپیسی آماده به خدمت شما ماما جان گلک آقا ای دوماد منه بله ها نشناختین عکس که بیده بدیم بابا یا از ایران آمدن خوب همینه دوماد ما دیگه دیگه شما واسه بیام شوخی هست ماما نگرد زمین تو برو رکم شوخی چرا میخندی؟ گیلک جان بله یا سینا تو کجا رفته؟ این من که بیام بودم مولان من دست رختی با من استونده بیدم و سلام سایم و استینا بلند بیدیل قیچی کردم بلند نگفت تو اینجا بیدار از پنجام میگذر بریم خوبه باشه برون کم چای بیار گلک جان نمایه آباد جان چای نمیخواد بسته چای نه خور نمایه یعنی دستگاه کردن ما خلاص شد کمر دستگاه که دیدم بله از اون کمر دستگاه که خلاص ماما شد نوروزی شما چرا گرم بزنین گلک هم شوخه شوخی برار مه گیلک که شما به من عکس نشون دادین دوماد همینه همینه دیگه آقا دیگه کسی میگه آه دیگه من بیار تو گونیم او عکس تا این زمین تا آسمون فرق داره برا بفهمیدین چی فرق داره این خیشی ما شما نمیشه برا بابا چرا شده با ما سمینا رو مثلا را ندام این کینه با اونا گفتم دوماد تانه
تو عکسی که اون نشون داد تا این دیگه آدم خیلی فرق نه. مامان امروز بله. آدم شما گپی بوده بزدن کلاک کنده شده یه هم داماد شما اصلا من قبول ندارم برو. حالا مگه میشه قبول من همیشه قبول ندارم. یک ذره شوخیه دیگه چی یا همون دختر میگه به خاطر قیافه ببینه باور کنه. خب باشه دختر ببینه بگذاره که دختر تصمیم خودکشی میکنه کاکا. من که ببینه. باشی کاکا بخشش باشه نگاه همومینی که مامان امروز سعی کنه بگذارین که خود نامدیگر خوب ببینه ایگا پانیه خوش کاکا جو ایگا پانیه پیار خب بگم حالا تو اشته دماغ او عکسی که شما به من نشون دادید که بازی آدم خیلی زمین تا آسمان فرق با میکنه تاکس که ما این گپ نمیزده یه حرکت که نمیکرده که ما برای شما همه چیز آخران قطع قیافه کودش قطع قیافه از این چکار شده عکسم کمی خاطر پیش بینک بسیر کمربند سر کو رختا بری سر کو وی تو داماد هرگز نمون شما داماد چیشته دامادم آدم پاک اما عکسی شو عکسی بلکم آوردی رو دعوت با عکس یعنی عکسی اما همین چی فرق همین دستمال پیش یا خانی نوزاد خواهد سه کشتر یا کاکا جو عکسی که تو بیار 10 سال پیش 20 سال پیشه بلنده. این سر کو زمین تو آسمون فرق باور میکنه بکنید یه بدن پاک صاف و صادقیه من پاک صاف و صادق نمون کاکا نمون خیشی ما اینکه برم پچلوار کنم بیارم برای شما خیشیش ما شما نخیشی مامان نوروز خیشی تو آسون نیه که یک بگی من نمو این گپانی که همین آدم دومات شما نه ما قبول ندارم خسور هستنه بی خسورگویی هستنه بخشش باشه شاید نمزادم سبب اما عکس که مامانشون نمون توی عکس بیاریم اما آدم دیگه خوب نیه فرق میکنه کاکا میگم هم و جواب عکسی که 10 سال پیش گرفتی بدی کاکا سر و 10 سال خیلی پیش پیش بگوشه بوده ما خوب بخشش باشه چه 5 سال سگیره عکس فوتوشاپ میشه دیریش خوب و دروغ سفید نکردم هم جواب هم سایه و قیما خورما چی بدیم ما هر چی ما این بده کاکا بعد و خیشی نخیشن شما ما بگذاریم یه نامزاد خود ببینه دیگه چهار چیه؟ کلمه چلیپا کشیدم میگه هم 4 کلمه خودی هم بگم بعد از اون تصمیم بگیریم لالا جو باشه بگم 4 کلمه بگو. باشی کاکا سر بگیریم گلک جا گپا من تاگوشی میزنم بعد مامان راست تا خونه شما اینگار میمون ما شما میمون شما رو فرش شما شیشته باشه یا اشیار بکنه اشیار باشه کوکی اشیار کجا زد اشیاریه نه کجا زد اشیاریه پیش بینا کی سرکو چی بسیه سر زدن کمال سرکو چی بسیه استینو مش خوردی سرکو که بیشتر خدا بابا چی دادم خود من. مامان راست اینا به سر نوزاد خواهد مگه کم به سروال از این میرسیده باور استین از اونجا بکن. آخران یک دست رخت عدل تمیز و باره میکرده کوکو فقط یک گلخند دامون استین از بدرسته اونجا به این دیکن دومیم شد. امیر خان از 10 زربه خدمت داره شما بر مسخره میکنه ما نوروز بخشش باشه کوکو من 5 سال بتا ایران خدا کار من تاکیر السلام سایه. میگو باشه دوم خود باشه کنم. باشه برو باشه کوخی کمی راه رسه که من رفتن خو مشکل نداری خیلی مشکل ما قیافیتی که سرکل مشکل دار سرکل وقت این کاکا جو دیدو باز همین 5 سال بتا ایران 5 سال کار کردم تو پاک بیام شما اگه شما دیدین وقت این کاکا جو بفرمایید وقت بیا بری کاکا بری خیشی نه خیشی دیگه شما رو به دربند سراخ کنه کنه بینو ما خوبی نکردیم ما بری کاکا بری بری این خیشی موش رو دیگه نمیشه بری دیگه بری نست کن بری دیگه بری تو سه که فقط ایره گلخند همون بدر کنم من نمامی اگه لکی اونه بله. دیونه کارشون کجا پترک میده؟ خیلی همه داره عقل کما داری عقل کما تو خودت پیدا داری. برو من خودم هم دختر برو کی بودو بدو بله بچه بدم. بروالا ایران خوشیلی کنی وای 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 سکو تو مردم اشته فیلم بزی میکنم ما بابا خواهیم که همی عکس بزی نخوریم یعنی چی عکس نگاه میکنیم ایر نگاه میکنیم بدیده چیکار کرد؟
نه ندیدم بابا روز اول برف ما نکردیم. جاجا که کشا خود خود پاخو یاد لنگ از ما پاخو که خود خود. کش شما؟ ندیدی برای دوید که خست که برف تو میسا کوچه کش خودستون نمازین. همیشه بیادر که کاشی تا کلتر میده پس پاخو. بابا مردم فیلم باز شده میتونه یک شکل و سر مردم فیلم بازی میکنن که ساده باشه دیوانی باشه میتونه مردم گپ میدن. راست میگی. خوب شد که بیام به خونه ما کلبه دیدیم. میگم ما خراب برو راه میره از راه رفتن خصوص انتیکاج راه میره بابا. اشته راه میره ایتا میرخصه. فقط میگه تو دم در بابا گفت می اول گدای نقد او عکس از اومده ایسه میکنی زمین تا آسمون فرق میکنه. بابا این چقدر مردم آلوشیار شده به چی قدر مردم فریب میدن. در یک بیچاری ما خوب شد ندیده نیکه خودکشی میکرد. حالا جواب اینو چی میدین؟ جواب کی؟ پدر کدوم اینو دیگه گفتم دیگه نه در بند سلام دیگه نه پا خونم خوره. مادر چی میگی؟ هیچ دیگه میگه خیشی نکردم خودت اینو دیگه چی بگم دیگه بری؟ بابا دیونی هم بیدن نه. دیوانه کمی تو دیوانه که بخکل هیچ سرقی بود. هیچ اصلا نمیفهمید. من رختار باری معلوم بود. دستمال پیش بینه که معلوم بود که چی رقم. خوب شد که بدا کنین که ما ابرو پیش همی خیش غما و نره. خوب شد رو بدیدیم. تو سنگو که مردم اشتا فیلم ها و سر آدم بزی میکنن. این عکس 10 سال پیش بود. با چه جا؟ بابا ما خوب شد که من شیرین خوری نکنی یک فاتی دست کردم خود از اینا. بابا اگه من شیرین خوری میکردم چه کار میکردم؟ بابا که به عکس من بدیدم ریش نریشته. گفتم به این عکس 10 سال پیش رو چه جا؟ میگم بابا ریش کشی حالا زمین تا آسمون هم عکس این آدم تو زمین تا آسمون فرق میکرد. بخواد که بابا خوب شد از این موقعیت دل جمع شد این جنجالا خلاص شد. خوب شد پیش اینا رو بدر کردم اینجا. سلامتی تیاره خیریتیه خوب هستیم تو بخیری سلامت باشی زنده باشه نگم لالا بله همین دوماد ایران بیاماده برار من دوماد برادر شما امروز برفتیم رو ببردیم به خونه بردیم بله آره همین بونگیری که از مامانه بود برادر شما من نمی‌فهمم چه کار کنیم بعد ما جواب داد میگه این مامانه اصلا این پیشی ما نمیشه ما رو از خونه بیرون کرد چرا چی گپ بیدم نمی‌فهمم میگه این بچه میگه بالاخره به عکسی که شما نشون دادیم تا بزی زمین تا آسمان میگه فرق داره و گفتم برادر تا عکس که معلوم نمیشه که یه اخلاق از ایشتن توی خصیت از چون برای محکمه که ساده تره که شوخیه واقعیت برو از اون خونه هم جواب کرده من بیام پیش شما بیام بگم از این آدم گپ زنیم به خدا از حیثیت رو بین اون دارم خوش میره شما را خونه هم جواب داد برادرم توندی ما را از خونه بیرون کرد باور کنم یعنی برای شما شوخیه یا ساده شوخ سیواه یا نه ساده سیواه شوختره بالاخره ساده تره که نسبت به ما که سعی میکنیم که ما که فرق میکنه شما زن کنم برای سیمان چی گپ من برای رو فهمیه دیگه من گپ میکنه که برای شما کارمداره یا عمل چیزی که نداره لالا بچه پاک صاف و صادقه کما که ساده تریه میگه میخنده بله سلام لالا خوبیم بخیریم سلامتیم شکر زنده باشیم تیار هستیم بیشتن عباس مادر خوبم شکر خدا را شکر میگم لالا همی خیشا شما بیامدم حالا به دکونم بیامدم اینجا که همی لالا شما ما جواب دادم چی گفت برو یک بار دختر پسر رو رندگار رو ببینیم شاید بگم خب شما یعنی برو تصمیم خود رو یک دم بگرفتیم دیگه شما فاتی دست هم بکرده خب خوب صحیحه برو دیگه خود شما بیتر میفهم دختر شما نه دیگه به پی ضرر ندیم به پی فایده نه دختر خود بدیم
حتما بدیدیم ها دیگه. شما رو بگیم یک بار میگیم با خونه بشینیم خودم. صحیحه. آتیار و خوشحال باشین. خوبه. آب باش. بخیر باش. خدا باش. حالا اینا میگم ما بیزار از او خیشیم. برای از اینا از در دیونگی 30 سنتی کش کنه. بذارم که اینا میگم لنگ کویش میگم نمیفهم من نفهمیدم چی گفتم ولی لنگ کویش و تک از اول که خونه دم بیری شدن کویشو اشتباه کرده و تک چه میگم لنگ کویش بده لنگ کویش مر بده مندازه به پیش من یک شخص که هوشیار باشه به پیش خصوص و لنگ کویش رو میتونه اندازه خود شما حرکتای کارای یک رقم آدمه شما یک دفعه باز با خونه بیایم یعنی بچه سعی کنیم خود شما نزدیک ببینیم نه دیگه دیدن فایده نداره نه برو کنم بفهمیدیم هر چی که تصمیم بگیرم خونه و زندگی از اونا و از ما سیواه باز به خش بعده با خدا رسان دیگه او بدیر با از اینکه با دختر خور بدم باز دختر اینا بدبخش او بدتره بفهمیدیم حالا گپ قوم خیش که مطرح نه گپ زندگی یک دو نفره دیگه باز من خیلی اصرار کنم میگم با تو چی تو چه کاری؟ خیلی باشه بریم فعلا بله اگه چای نون نمیخوریم ما با خدمت شما خیلی بینیم خونه شما و برای خلال آمیت سعادی و شکل خودی پیدا کنه خیلی بیتر اگر نه بودی برای پیش خود فاتح دست با هم نمیزد برای سعادی خود ما بیه دختر برای روشیار نرده بریم هنوز هم با گفت داریم